يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اما بعد، اولا با الله تعالی هم میگوییم، دزان با رسول الله صلی الله علیه و سلم صلوات و درود میفرستانیم. و از کتاب اسماء الحسنى، نام های زیبای الله تعالی، در سنن رو شروع میکنیم. امروز درباره الله قرآن، یعنی نام زیبای الله تعالی، یکمین اسم بود. این آخر اون درسمون میشود. اولا نفرد الله تعالی بالعباده، یعنی ما فقط الله تعالی را باید عبادت بکنیم، دیگران را نه. به خاطری که الله تعالی در قرآن میگوید که اما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جن ها را هم انسان ها را هم فقط برای عبادت کردن من خودم آفریدم. میگوید یعنی مقصد آفرینش از انسان ها و جن این فقط عبادت الله تعالی است. در دیگه آیات الله تعالی میگوید که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای مردم، یا ایها الناس میگوید. یا ایها الناس یعنی ای مردم. اینجا هم مسلمان هم دیگه کافرها هم داخل میشه، همه مردم. بخاطر که یا ایها الذین آمنوا آیات داریم ما، ای مؤمنا. این آیات یا ایها الناس یعنی همه مردم ده. یا ای مردم، او پروردگاری که شما را آفرید و آنهایی که پیش از شما بود آنها را آفرید، همون پروردگارتان را عبادت کنید. شاید که شما پرهیزگار باشید. یعنی عبادت طاقه برای مسلمان ها فرض نیست، برای کافران هم، برای همه مردم. برای آنهایی که در هندوستان خطای در بوچی ها عبادت میکند، آنها هم او را برتافته فقط برای الله تعالی را عبادت کردن فرضه. برای اینکه الله تعالی یا ایها الناس، الله تعالی در دیگه آیت میگه که واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا. فقط الله تعالی را عبادت بکنین، یگان چیز را با الله تعالی شریک نسازین. معاذ ابن جبل رضی الله عنه میگوید که پیامبر صلی الله علیه و سلم معاذ را به یمن را یک بود. بعد گفته که ای معاذ، تو میدانی که حق الله تعالی بر بالای بندگانش چیست؟ بعد معاذ گفته که الله و رسوله اعلم، الله و رسولش میدانه، من نمیدانم. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که حق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله تعالی بر بالای بندگانش این فقط الله تعالی را عبادت کنند و یگان چیز را به الله تعالی شریک نآورند. این حق الله تعالی است. یعنی حق الله تعالی دو تا است. عبادت کردن تنها الله تعالی، یعنی الله باید عبادت کنیم یک، و در برابر همین یگان چیز را شریک نیاریم با الله تعالی. همین حق الله تعالی. بعد یک پس گفته که ای معاذ، حق بندگان بر بالای الله تعالی میدونی چیست؟ بعد گفته که الله و رسوله اعلم. بعد گفته که اذا فعلوه، یعنی آنها اگر حق الله تعالی را ادا کنند، یعنی عبادت کنند، یگان چیز شریک نورند، حق العباد علی الله الا يعذبهم، آنها را الله تعالی عذاب نکنه. اگر ما الله تعالی را عبادت کردیم، حق الله تعالی را دادیم و یگان چیز شریک نکردیم، بعد بر ما چی میشود؟ الله تعالی ما را بعد عذاب نمیکنه. مفهوم ای یگان کس الله تعالی را عبادت نکند، شریک بکند به الله تعالی، مفهومش چی؟ او را الله تعالی در حقیقت عذاب میکند. امروز ما میبینیم که بسیاری مردم حق الله تعالی را نمیدهند. مثلا میروم به سر قبر، اون چیزی که از الله تعالی ما باید بپرسیم، ما دعای مسئلت، دعای عبادت داریم، از قبر میپرسن. یا که پیش فالبینا میرون چی کارها را، یا که پیش چون دیگر میرون، این حق الله تعالی را گرفته و دیگه کس میتونه، یعنی شرک میآورن. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته است که یکم من حلف بغیر الله فقد کفر او اشرک به. کسی که
و غیر الله تعالی قسم بخوره او کافر شده است یا مشرک شده است میگه. یعنی قسم میخوره که قسم با نام فلانی که با چیزی نکی نباشه غیر الله تعالی قسم خوردن درست نیست. قسم لفظش بالله والله بالله تالله، یعنی همش به الله تعالی قسم میخوریم به خاطری که در نزد ما بزرگترین ذات این الله هست، دیگه کس نیست. برای اون ما فقط به الله قسم میخوریم. لیکن الله تعالی خودش باشد در قرآن و تین و شمس گفته چیزی ده که بخواه همون قسم میخوره، لیکن ما فقط برای الله تعالی قسم بخوریم. دیوم مسئله رسول الله صلی الله علیه وسلم میگوید که لعن الله من ذبح لغیر الله، کسی که غیر الله تعالی و غیر الله تعالی دیگه کس اگر ذبح کنه قربانی کنه لعنت الله بر آنها بود میگه. یعنی بعضی مردم هم میبینیم در قربانی کردن ما به فلانچه قربانی میکنیم میگه، حتی بعضیا به رسول الله میگه قربانی میکنم میگه. رسول الله صلی الله علیه و سلم ده قربانی نمیشه، قربانی فقط برای الله تعالی میشه. ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، یعنی فقط برای کی؟ برای الله تعالی نماز بخوانو و وانحر لله، و قربانیت هم فقط برای الله تعالی بکن میگه. دیگرش کاهن ها، من اتى کاهنا، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه من اتى کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و کسی که پیش یک فالبین بروه و اون چیزی که میگوید او فالبین و تصدیق بکنه بر محمد، چیزی که نازل شده است بر او کافر میشود. همین آدم پیامبر صلی الله علیه و سلم به قرآن کافر میشود، یعنی کافر میشود. در حقیقت امروز ها فالبینو به نام طبیب خلقی میگن، به نام طبیب خلقی فعالیت برده استن. یعنی میروان مردم فلان 7 بار بیا اینقدر سوی میگیره، ای فالبینه در اصل. یعنی اگر او را تصدیق بکنه، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است که فقط کفر بما انزل علی محمد، بسیار چیز خطرناک است. چهارم چیز یعنی حق الله تعالی، این چیزهایی هسته که مردم حق الله تعالی است، الله در نمیتید و گرفته چی مردم نمیتید. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید که من علق تمیمه فقد اشرک، کسی که اگر تومار را بگیره کشول کنه در گردنش، یعنی تومار را گرفته استفاده برد، فقد اشرک میگه، در حقیقت شرک آورده است میگه. یعنی بسیار چیز برای چی؟ به خاطری که این از دست تومار هیچ چیز نمیاد، فقط اون چیزی که فایده و ضرر میتیه ای فقط الله تعالی است. بعضی آدم ها را میبینیم این تومارا را گرفته پیش خانه ده یا که وای ماشیناش میگیره، این آدم بر توکل ضرر دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فقط اشرک گفته است، مشرک شید میگه. یعنی بسیار احتیاط شدن در کار ای خیلی چیزا. بعضیا چیز میگه که روایت میاد برای همین تومار، میگه که در ای صحابه هم آمده است که چی نویستگی در گردن چیوش فرزندوش نواسوش کسر چیدگی هم است. ای سعد ابن ابی وقاص میاد، او سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه او برای تعلیم دادن دعاها و برای تعلیم دادن قرآن، یعنی او از یاد میکردن همه چیزها را سخت میگیرید، یعنی از یاد میکنه گفته. بعد در گردنشون کشول کده میموندن، همون گرفته میخوندن. او خیلی توماری خیلی نبودو گرفته بمونیم ای نجات میتیم ما را گفته، ای خیلی چیز نبود. ای دلیل شده نمیتوند. یعنی ابن قیم رحمه الله میگه که مردم میگه همین دنیا ده بسته شدن، میگه با دنیا خرسند شدن. میگه اگر بینی مردم با دنیا خرسند شدن شه، میگه تو با الله تعالی خرسند شو، یعنی که تو با الله تعالی هستی. مردم میگه بسیارش با سرداراش قطعی خرسند میشون، میگه تو با الله تعالی خرسند شو. میگه حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم سخنش به یاد بیار. میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم و عبدالله ابن عباس
این 9 ساله بود. هموده نصیحت کرده میگوید که اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله. اگر یگان چیز بپرسی فقط از الله تعالی بپرس، از تومار، از کاهن، فالبین، از دیگر چیزا نپرس. یعنی فقط از الله تعالی بپرس. و اذا استعنت فاستعن بالله. اگر تو یاردم بپرسی هم فقط از الله تعالی یاردم بپرس، از این تومار و از دیگر چیزها، از فالبین و از دیگر چیزها نپرس. یعنی مقصد و علم همین را بدان که اگر امت تمام مردم جمع شوند و تو یک فایده برسانند، او فایده رسانده نمیتونند ده. غیر اویی که همین الله تعالی در تقدیرت نویسگی باشه، یک شقلق میزنه شاید. همون را کده میتونن، دیگه چیزا کده نمیتونن. و همین را بدان که اگر تمام دنیا جمع شوند تو در یک ضرر چی ضرر برسانیم میگه. تقدیم تاخیر یعنی یکمش تا فایده برسانیم میگه، یعنی بیا جمع شوا مثلا همه چیزا گرفته میتیم شما ده زن دیگه چیزا خونه و در بگیم چی قصر او کارا کده نمیتونن مگر الله تعالی نویستگی باشه که همین چند قدر سون همین در تقدیرت هم نصیبت هم روز میشه، همون را میتین تمام. یعنی با امید مردم نشو، مردم فایده هم ضرر هم رسونده نمیتونن. از ضرر دام بیم ضرر هم میکشیم بگه فلان میکنیم بگه نه، او ضرر رسونده نمیتونه. فقط الله تعالی در تقدیر نویستگی باشه که فلان روز تو میبری یا که فلان روز یک تا مشت میخری. یعنی این میشه درست. این عقیده اساس عقیده همیه. یعنی همه ضرر همه فایده را چی از الله تعالی بین، ای دیگه کس نه. معبودهای باطلی دیگر هسته، یعنی در برابر الله تعالی معبودهای باطلی دیگر مردم قرار گرفتن. یعنی ایو بسیار مخفی هستند، بعضیش ظاهره بعضیش مخفی هسته. یکمین معبودی که باطل هسته این هوای نفسه، هوای نفس خود. یعنی قرآن ده میگه الله تعالی افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله على علم. دیگه آیت ارأیت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وکیلا. آیا دیدی کسی را که هوای نفس خودش را الهش قرار گرفته، یعنی هوای نفس خودش اله کده گرفته و الله تعالی دانسته و گمراه کرده. دیگر رشته تو کسی را دیدی که هوای نفس خودش را اله کده گرفته، تو برای او وکیل شده میتونی؟ نه، نمیتونی. یاردم کشیده نمیتونی. او رفته. ابن عباس رضی الله عنه میگوید در تفسیر الهوا اله یعبد من دون الله. هوا یک چیزی است که غیر الله تعالی، یعنی الله تعالی را مانده مردم هوا دا عبادت میکند. میگه یک چیزی مثلا گرچه این چشم دا نمیتوه لیکن این چیز هسته. یعنی عبدالله ابن عباس ترجمان قرآن میگه که الهوا اله میگه یعبد من دون الله. میگه این اله هست، میگه مردم میره الله را مانده ایره پرستش میکنند. میگه بسیار چیز بد است. یعنی یک مثالش بعضیا مثلا چند اینستیتوت میخوانن و دیپلم دارن و گپی مثلا از قرآن از حدیث گپ قبول نمیکنن. میگه همه علم ما دارم. میگه و چیزی که بخوام همو را چه کده رفتن میگیرم. میگه این هوای نفسه. یعنی ایجاد مذمت خواندن اینستیتوت نه، درست اینستیتوت خونده بسیار عالی معلومات گرفتن بسیار خوبه، خواندن در کارای همه. یعنی لیکن بعضی بسیار مردمی که مثلا بسیارتر فلسفه میخوانن همون کسا خیلی میگه و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ده آمده است. الله تعالی در دیگر آیت همین سبب کافرها دعوت رسولان را قبول نکرده است. میگوید که فإن لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. رسول پیامبر صلی الله علیه و سلم ده الله میگوید که اگر تو ده او پیروی نکنند، تو را بدون که او هوای نفس خودشان ده پیروی میکنند، برای همون قطع ده پیروی نمیکنند. و من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله. آخر می الله تعالی در دیگه آیت میگه که ولا تتبع الهوى. تو هوای نفس خودت ده پیروی نکن. فیضلک عن سبیل الله.
اگر تو هوای نفس خودت پیروی بکنی، در نتیجه از راه الله تعالی تو را گمراه می‌سازد. هوای نفس خودت. دویمین معبودای باطل هسته که این یکمش هوای نفس بود، دیگه طلا و تنگه، یعنی پول و مال. پول و مال هم یعنی چی میشه؟ پول و مال که دیده میشه، هوای نفس دیده نمیشید، این دیده میشه. این را سنت بیان میکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرهم، میگه بنده طلا هلاک شد، میگه هلاک شود، میگه بنده طلا هلاک شود، بنده نقره هم هلاک شود. تعیس و انتکس و اذا شیک فلانتقش، میگه این هلاک شد، میگه بنده طلا و کارش به قفا رفت. اگر به او یگان خار بدرویم بعد ویش دستش ده وای نبروید. گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی دعای بد میکنه. یعنی بعضی از آدم ها چی میکنه که فقط همین پول و مال ده، همین پول نباشه زندگی نیست، مال نباشه زندگی نیست. گفته بسیار چی میکنن. یعنی اگر بعضی آدم ها هسته که مثلا چند قدر پول بسیار بتیه، بگوی که همین بود سجده کن، سجده میکنه. یا که پول ده سجده کنی همین را میتون بگه، الله تعالی را مونده همون پول سجده میکنه، پول میگیره میره. یعنی قدر الله تعالی را نمیدونه. الله تعالی پناه بتیه. خیلی شد. دیگری معبوده الحریت الشخصیه میگه، مثلا آزادی میگه، تو همه آزاده میگه، همین یک معبودی باطله. همین آزادی گفته مخنثا را میبینیم، بعضی اما بچه ها را مردک ها را میبینیم که خودشان چی تبدیل میتیه به زن. اگر بگوی که تو مرد هستی، تو همین مردی در بمان، نه میگه آزاده، من بخواهم خود مزن میکنم، بخواهم خود ما پیشک میکنم، خود ما هر چی کدن میگیرم. نه ایره کی دوده که حقوق ایره همه آزادی داده است. ایره نه مسلمان آزاد میشه، مسلمان آزاد نمیشه، مسلمان بنده الله میشه. الله تعالی چیزی بگه همه را میکنه. بعضی زنها را میبینیم که بروک پوشیدگی، بگوی که دخترم آیا که خواهرم بروک نپوش، ستر بگیم این آزادی، هر که خودش چی میکنه میگه آزادیه. یعنی یکمین گپی که جواب میده چی آزادیه، میگه که بنده مسلمان یعنی دختر مسلمان آزاده. نه، اون چیزی که فرمان داده الله تعالی او را میکنه. یعنی ستر کنین، گفته ستر باید بکنه. مادرهای مؤمن ها به ستر بدن، نه ستر همه جوشان ستر بدن. دیگر همین وای میگه، همین نتیجه آزادی میگه حسد الحریه شخصیه، میگه زینوی عرفی، میگه فایدهش بگیم. فایده آزادی یعنی به اصطلاح چی فایده او؟ زینا بسیار شد، غصب بسیار شد، لبلیچو بسیار شدن، دیوسی بسیار شدن. دیگه همین که یک مرد مسلمان خواهرش گپ زدن نمیتونه که درست پوش گفته، بلکه از دین الله تعالی برآورده در غضب الله تعالی در آورده، همه بلا را به سر منواد. مسلمان آزاد نمیشه، مسلمان بنده الله تعالی است. اون چیزی که الله تعالی فرمان داده است همین را میکنه. الله تعالی در قرآن میگوید در جواب و ما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. یگان مسلمان مرد، یگان مرد مؤمن ده، یگان زن مؤمن ده ممکن نیست اگر الله تعالی یک و الله و رسولش یک حکم را و اجرا بکند، یعنی فرمان دهد، اگه او ده اختیار، یعنی به اختیار گرفتن، یعنی او اختیار ندارن، آدم مسلمان زن، مسلمان مرد و اختیار ندارن دیگه. از مثلا ما اختیار نداریم، مثلا الله تعالی برای نماز فرض کرده، ما اختیار نداریم که نه بگه میخونیم، گفته نمیتونیم. ستر فرض کرده دیگه، زنی مسلمان اختیار نداره که بخوام میپوشم نخوام نمیپوشم، نه اختیار نداره، فرمان الله تعالی رو وجه میارد. و من یعص الله و رسوله، هر کسی که الله و رسول عاصی شود، فقد ضل ضلالا مبینا،
یعنی او بسیار یکی از دور همین خیلی گمراه شده که دوره، یعنی او به حق دیگه اومده نمیتونه. کدومی که مثلا به حریت شخصی و آزادی مثلا همین خیلی اصطلاح ها را چه کده فرمان الله تعالی را اجرا نکنه، یعنی بسیار گمراه شده میگه الله تعالی. چهارمین چیز این همین اکثریت در مردم نگاه میکنه، به نام اکثریت همه کدیسته که میگه کسی بگو که لباس نمیپوشی مثلا سطر عورت نمیکنی همه مثلا کدیسته که هم فلانچه همسایه میگه، یعنی اکثریت در نگاه میکنه. یک چیزی اکثریت گفته چیز است، مردم هم کدیسته میگه. این هم یک اله باطل بوده. ایده الله تعالی در قرآن میگوید که و این تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. اگر تو میگه همین اکثر مردمی که در روی زمین هسته همود اطاعت بکنی، از راه الله تعالی تو را گمراه میسازد میگه. یعنی اکثر مردم در تو اگر اطاعت بکنی تو را گمراه میسازد میگه. این یتبعون الا الظن و انهم الا یخرصون. او فقط همین گمانهای خودشان در اتباع میکنن، پیروی میکنن، حق تا پیروی نمیکنن. او فقط تخمین میکنن، یعنی در نزدشون علم نیست. و ما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. یعنی اگر تو کوشش بکنی و مؤمن شود گفتن، اکثر مردم ایمان نمیارد. میگه برای حاضر همین 10 میلیارد باشه 8 میلیاردش چی کافر هستن اکثر مردم. پیامبر صلی الله علیه و سلم عاقبت همین طایفه را بیان کرده که او آدم هایی که اکثر مردم چیزی بکنه همون را میکنه، میگه تو اکثر پرست. میگه آدم های اکثر پرست. یعنی و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که ان العبد اذا وضع في قبره تولى عنه اصحابه. بنده اگر قبر ده گذاشته شود، او را قبر ما میدونیم قبر در رفتگیم خوک چی میکنیم میمونیم و بعد میپوشونیم خوک، بعد مردم میره همو رفتند قد وای آواز قدم های همو آدم را ای قبر ده هست ای میشنود. میگه اگر مؤمن باشد میگوید که پرسیده میشود من ربک ما دینک و ما نبیک. میگه پروردگار تو کیست، دین چی است، ای پیامبرت کی است. میگه اگر کافر باشم میگوید که اما الکافر و المنافق فیقول اگر پروردگارت کیست، پیامبرت کیست، بگه لا ادري كنت اقول ما يقول الناس فيه فيقول لا دريت ولا تليت. میگه کافر و اکو منافق میگن که یو میگن که همین مردم میگفتن ما هم همین میگفتیم، مردم میگفتن همین خیلی محمد چه بوده پیامبر بوده، هم خیلی میگفتیم اینه که پیروی نمیکردیم، دین اسلام خیلی دین اسلام بوده گفتن. ما هم خیلی اکثر مردم هم خیلی میگفتن، هم خیلی بی‌پروا شدن میگفتن. یو میگن که لا درایت ولا تلیت، تو ندانستی هم پیروی هم نکردی. یک کنیم عاقبت اکثر پرستی را. پنجمین الههای باطل این عادتی و تقلید ها هسته. بعضی عادت های عرفی داریم که همونها هسته. مثلا توی مراسم های ما را ببینیم زن و مردک ها ارالش آمیخته، یا که مثلا وای میکنه موزیک کنسرت هم خیلی چیزها هسته که ایو یک عادت پرست میگه، یعنی عادت هم میشیده که اله معبود شده. اگر بگویی که توی رو موافق اسلامی بکن، یعنی زن و مرد ارالش نشوه، بسیار اصراف کنی نکن، اوکی این موزیک مثلا پیامبر صلی الله علیه و حرام کرده خیلی نکن، این همه کدیسته کنه. در عادت ما خیلی کدن هسته میگه نه، عادت باطله. ششمین چیز این عقل، یعنی بعضیو فقط عقلشونه چی میکنن اله قرار میداده، فقط عقلشونه اله قرار میداده بعضیو. یعنی او عقل را اعماله فی غیر مجاله، عقلشونه در جای خودشون استفاده نمیبرند، دیگه جو در عقلشونه استفاده میکرده. همین ده الله تعالی یکم درست عقل داد الله تعالی در قرآن لعلکم تعقلون لعلکم تتفکرون میگه، یعنی عقل هاتون به کار نمیدارین میگه. همین خیلی عقل ده، یعنی عقل کنیده بسیار چی ترغیب کرده است، بسیار ترغیب کرده است. لیکن
یعنی انسان باید با عقل باشه. لیکن آنهایی که عقل خودشون در جاشون استفاده نمیکنن، مقصد همیه این اله باطل شده میماند. اون چیزهایی که عقل درک کرده نمیتونه، مثلا ما چشممون ای دیوال اصلا نمیبینه، گوشمون مثلا چند متر پس نمیشنوه، همچنین عقل ما بسیار چیزهایی که هسته که درک کرده نمیتونه. تو یک جا میرود دیگه اصلا درک کرده نمیتونه. یک کس یک مدرسه عقلی گفته، مدرسه موندگی استادش میگه که همه مردم جمع شدگیه که اگر گپ شبینه دلیل های عقلی جمع شود، دلیل های نقلی تعارض شود، مخالف شود، دلیل های عقلی را ما میگیریم. نگاه کنید تا همین درجه را رفته. این یک گمراهی آشکار است. این الله تعالی آن چیزهایی که مثلا عقل ما در همو کار نبریم یعنی استفاده نکنیم، یکی از آنها در ذات الله تعالی ما باید عقلمون درک کرده نمیتونه ذات الله تعالی را. لیکن نعمت های الله تعالی را چی؟ تفکر بکنیم باید. بخاطر که الله تعالی لیس کمثله شیء، یعنی مانند الله تعالی یگان چیز نیست که تو درک بکنی. و هو سمیع البصیر، و او شنواست و بیناست. میگه این رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که تفکروا فی آلاء الله، در نعمت های الله تعالی شما فکر کنید، تفکر بکنید، عقلتون ببرید. ولا تفکروا فی الله، در ذات الله تعالی شما تفکر نکنید که شما غرق میشید. یعنی الله تعالی مثلا ایگی جو اومد گفته شیطان شما ده سوال دادن میگیره، حتی یه روز میشوه که الله کی آفرید میگه. این یک کفری چی؟ کفر الله تعالی را اون کس آفریده کنه، او خودش آفریدگار است. آفریدگار را اون کس میآفره. دویم مثلا این ما همه اسم اعظمی که الله هسته همه را باید تعظیم کنیم، قدرش باید بدونیم. یک تا میگه یک جای کار بود، میگه همجا در اومدم، میگه معلف میگه یک قطیچه موندگی بوده، میگه و تنه قطیچه در نویستگی بوده که این خاص برای لفظ الله های گفته. یعنی مثلا جای کارا ده مثلا کاغذ ها هسته و بعضیش به کار نمیره میدرم، همین همون کاغذ ده کدام کاغذ ده نام الله باشه، همون کاغذ ده میگرفته، این همون چی ده قطیچه ده میمونده. این یک کار بسیار یعنی حرمت نام الله تعالی است. این بعضی ها را میبینیم مخصوصا عربا ده بسیار چیه، همین چیزی که باشه او حدیث ها هم هسته، بعضیش تو آیات ها هم هسته، میگیرن و همین کاغذ میپیچن و میپرتن مسردن. این بی حرمتی است. لیکن الحمدلله مردم خودمانده بسیار با حرمت وای میکنند. حتی قرآن نگاه کنین گرفته و بالای چی میمونن، گرچه نخونه همونه که حرمتش میورن. درست حرمتش وای نیست، مثلا چند گرفته میمونه و لیکن جای بلند میمونن مردم. مثلا یکون قاری بیای قرآنش هم میبره، همین قاری امیر یا بخون میگه شاید وای بکنه. ای حرمت ای حرمت اساسی وای خونده در عمل تطبیق کردن ای. لیکن نام الله تعالی یگان ورق قرآن یا که چی در زمین باشم، در زمین نمیشه و بینه مثلا بسیار جنگ میکنه. از حرمت وای اسم الله تعالی است. الحمدلله. دومین چیز ما حق قدر الله تعالی را باید بدانیم. قدر الله تعالی را باید بدانیم. الله تعالی در قرآن میگوید که درباره مشرکان و ما قدر الله حق قدره میگه. یعنی مشرکا کافرا الله تعالی را حرمت نکردن، قدرش ندانستن الله تعالی را. یعنی ما آدم مسلمان الله تعالی را چی قدرش باید بدانیم. ما قدر الله تعالی باید اطاعت بکنیم، عاصی نشیم، گناهکار نباشیم، او را ذکر بکنیم، او را فراموش نکنیم. ما الله تعالی را شکر بکنیم، کافر نشویم. الله تعالی را بسیار سخت دوست بداریم. این قدر الله تعالی است. قدر الله تعالی کارهایمان را به الله بسپاریم، به او توکل بکنیم، حکمش راضی باشیم، قرآنش راضی باشیم، سنتی که رسول الله آورده راضی باشیم. این قدر الله تعالی. قدر الله تعالی
همه حرکات همون به الله صرف بکنیم، عمل مون خالص به الله بکنیم، این قدر الله تعالی است. با قدر الله تعالی این است که الله تعالی را دوست ما، یعنی یاردم دهنده ما، پروردگار ما، اله ما، حاکم ما، کفیل ما، وکیل ما را دیده است گفته اعتقاد بکنیم، این قدر الله تعالی است. چهارم چیز ذکر قدر الله تعالی را باید بتینیم، ای ذکر حق الله تعالی را باید بتینیم. مثلا الله تعالی در قرآن میگوید که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ای اون کسانی که ایمان آوردید الله تعالی را بسیار ذکر کنید. هر اونجا در ذکر آمدگی او لفظی کثیر ذکر شدگی، یعنی کثیر گفته بسیار ذکر کنید میگه. و سبحوه بکرة و اصیلا، او را سحر و بیگاه ذکر کنید. و همونقدر ذکرهای ما چی داره؟ صبح و شام داره، اما بسیار باشه 20 دعا، یعنی 10 دقیقه ده یا که 15 دقیقه ده تمام میشه. یعنی ذکرهای اذکار و صباح و مساحش بسیار کتن در کار است. و اذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون، الله تعالی را بسیار شما ذکر کنید شاید که شما نجات بیابید. آنهایی که الله تعالی را ذکر میکنه و ذاکرین الله کثیرا و ذاکرات، آن مردهایی که الله تعالی را بسیار ذکر میکند، آن زنهایی که الله تعالی را بسیار ذکر میکند، آنها در الله تعالی یعنی بخشش و اجر کلان، اجر بسیار بزرگ آماده کرده ماندگی است. الله پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید که مثل الذی یذکر ربه والذی لا یذکر ربه کمثل الحی والمیت، مثل اویی که پروردگارش یاد میکند، ذکر میکند، اویی که یاد نمیکند، این مانند زنده و مرده است. آدم زنده نگاه کنید، او پروردگارش ذکر میکند. پروردگار میگوید که الا بذکر الله تطمئن القلوب، یعنی آگاه باشید بدونید که با ذکر الله تعالی قلبها آرام میگیرد. الا بذکر الله تطمئن القلوب. الله تعالی میگه در حدیث قدسی انا مع عبدی اذا ذکرنی، من با بنده هم هستم میگه اگر مرا ذکر بکند میگه. و تحرکت بی شفتاه، مدامی که همه لبهاش مثلا از ذکر من همه حرکت بدرورد، با بنده هم هستم میگه. در آخر پنجمش ما این نام اسم اعظم کتی با الله تعالی باید دعا بکنیم. یعنی الله تعالی این نامش هسته که این اسم اعظم گفته گذاشتیم. الله تعالی میگوید که فدعوا الله مخلصین له الدین، الله تعالی را اخلاص کرده دعا بکنید میگه. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، بگو ای محمد به آنها بگو که الله را دعا بکنند، یعنی الله تعالی را دعا بکنند یا که رحمان را دعا بکنند. دیگه لفظ ها بسیاری، اکثر لفظ های مثلا دعا اللهم گفته آمده است، یعنی این ای الله یا الله میشه معناش. بزرگترین گناه کلان این ذکر الله، شرک الله تعالی است. یعنی با الله تعالی یعنی بزرگترین گناه این شرک است، به خاطر که در قرآن ذکر شده که ان الله لا یغفر ان یشرک به، الله تعالی هر آینه با او شرک کردن نمیبخشد میگه بیان و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اگه فایده هایی که این درس میگیریم، یکم حق الله تعالی را باید دهیم. حق الله تعالی یکمین فایده ای که میگیریم، الله تعالی بر بالای سرمان حق داشته است. این چی بود؟ عبادت الله تعالی بود. فقط عبادت به الله تعالی بکنیم، یگان چیز در عبادت شریک نوریم، همین حق است. دیگه قسم فقط برای که میشیده الله تعالی ده، والله بالله تالله، دیگه کس قسم نمیشیده، خواه کعبه باشه، خواه قرآن باشه، خواه محمد صلی الله علیه و سلم باشه، ما قسم خورده نمیشه. درسته که او در نزد ما قدردانه، مثلا عظیمه، بزرگ هستن این چیزا، لیکن قسم فقط برای چی الله میکنیم. ذبح یعنی قربانی فقط برای کی کرده می شود؟ برای الله تعالی باید بکنیم. سومین فایده، چهارمین فایده، با فالبین و با چی؟ با نام طبیب خلقی می شود. اینها باید نره. یعنی درست است که بعضیاش درست است طبیب خلقی است، نه که اکثرش چی است؟ فالبین است. او یعنی شبهه کردی نره. یعنی به خاطر که پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفته است که با محمد نازل کردگی چیز ده او کافر میشه، میگه همه آدمی که فال بینده میره و تصدیق میکنه کافر میشه میگه.
پنجمین فایده تومور شرک. یعنی اون چیزی که تومور در ما میگیریم میمونیم در دستمون چی یا همه شرک هستن، یا که در گهواره هست میمونه، یا که در خانه در ماشین. تومور چی بوده؟ شرک بوده. برای اون که فایده و ضرر همش چی الله تعالی میتونه. درست است که سبب ها هست، اینه که این تومور سبب شده نمیتونه. او سبب ها مثلا او جوی تومور در خانه بر اومدن ده بسم الله توکلت علی الله بگو، خانه در اومدن ده بسم الله ولج نبگو. یعنی دعاهایی که در حسن مسلم هست همونها سبب شده میتونه، هیچ نه. ششمین فایده و ضرر همه شکی میداده الله تعالی میداده. بعد به نام آزادی گفته، یعنی به شعار آزادی گفته ما دین الله تعالی را نپرتیم، از دین الله تعالی روی نگردونیم، به خاطری که پرسیده میشویم در روز آخرت. هشتمین فایده نظر به حق بکنیم، ما نظر به اکثریت مردم نه. حق مثلا امام احمد وقتی که خلق قرآن امتحان خلق قرآن شد، یک تا امام احمد حمایه کرد، یعنی قرآن مخلوق نیست ای گفته. لیکن دیگر اکثر مردم چی معتزله بودن، برای اون همه که دسته که ما هم میکنیم گفته خیلی نه، باطل باشه باطل چه خیلی بکنیم. نهمین فایده توی و مراسم های خودمان چی باید اصلاح بکنیم. زن و مرد، زن الهیده، مرد الهیده باید باشه. دو دیگه چیز در ذات الله تعالی. دهمین فایده ما تفکر نکنیم که گمراه میشویم. نیکی نعمت های الله تعالی در رسول الله چی گفت؟ نعمت های الله تعالی در شما تفکر بکنید. دیگه کنین که چی قدر مثلا نعمت داره، مثلا چی هست ایکو میرجیوات نه عالم حیوان ها همون بسیار چیز خوبه میبینی، بسیار عجیبه. یعنی در قدرت الله تعالی را میبینی در همون مخلوقاتش. 11مین فایده قدر عظمت الله تعالی را ما باید چی کنیم؟ باید بدانیم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.